خوش اومدید به پیج من به اسم دوویت پرستو. امروز میخوایم با هم دیگه دلار و زیتون پرورده درست کنیم. چیزایی که نیاز داریم 1 دسته گشنیز و 4 دسته نعنا و اگه به سبزی‌های محلی دسترسی دارید 1 دسته هم خاله‌واش داخلش بریزید. پس برو که بریم. اول سبزی‌ها رو مقداری خورد میکنم. و بعد انتقالش رو میدم به مولینکس. و حالا 1 قاشق نمک هم بهش اضافه میکنم. خب دیگه این آخرین سریه. دوباره اضافه کردم 1 قاشق نمک هم ریختم. و همطور که میبینید مواد کاملا صاف و یک دست شده. دلار ما آماده شده و این ظرفی که اینجا میبینید یه ظرف سنتیانیه که اسمش نمکیاره و اینم سنگ نمکیاره. دارید دلار توی ظرف نمکیار میریزیم، شروع میکنیم به سابیدن. گوجه سبزها رو داخلش میشونیم. بفرمایید. میتونید خیار رو هم داخلش بغلتونید کامل و نوش جان کنید. حالا میریم سراغ درست کردن زیتون پرورده‌مون که انار دون شده میخوایم، 2 حبه سیر میخوایم، زیتون، دلار و گردو. گردومون رو سابیدیم و میریزمش داخل ظرفی که میخوام سروش کنم. حالا سیرمون رو هم له میکنیم. نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که اگه دونه انار نداشتید میتونید از آبگوره هم استفاده کنید، ولی انار زیتون پرورده رو خوش رنگ و خوشگلش میکنه. به خاطر همین من همیشه انار دون شده رو و انار ترش رو داخل فریزر نگه میدارم تا هر موقع که خواستم زیتون پرورده درست کنم بتونم از آبش استفاده کنم. تهران دسترسی به سبزی محلی مثل چوچاق و خاله‌واش نداریم، به خاطر همین از همون دلاری که درست کردیم به موادمون اضافه میکنیم و زیتون ها رو هم به مخلوطمون اضافه میکنیم. زیتون رو باید حتما هستش رو بگیرید. بعد از اینکه همه مواد رو به خوبی با هم دیگه ترکیب کردیم، حالا میریم که ادویه بهش اضافه کنیم. اول مقداری فلفل سیاه بهش اضافه میکنم. لطفاً بچشید. اگه دلارتون خیلی شوره که نیازی به نمک نداره، اگه نه که یه مقدار هم نمک، مقداری هم گلپر و اگه مثل من ترشتر دوست دارید مقداری هم رب انار ملس اضافه کنید. من که دیگه طاقت ندارم، باید یه دونه بچشم. جای همگی خالی. امیدوارم که شما هم درست کنید، دوست داشته باشید. کانال من رو به نام دوویت پرستو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید چون که هر هفته ویدیوی جدید داریم. دوستتون دارم.